تعداد خیلی کمی از سازنده‌ها و مهندسین میتونن تشخیص بدن که توری پشت سنگ اسلب با رزین چسبیده شده یا با اپوکسی. تعداد زیادی از سنگ اسلبایی که پشتش رزین خورده توی جابجایی و حمل و نقل میشکنه و به ضرر کارفرما میشه. سنگ اسلبایی که پشتش رزین خورده باشه به جای اپوکسی، موقعی که تو فصلهای گرم هستیم این رزینه باعث میشه دوتا سنگا به هم بچسبن و بعد از تخلیه موقعی که میخواین کار کنین این سنگا به هم چسبیدن و موقع جدا کردن سنگا از هم احتمال اینکه سنگ بشکنه خیلی زیاده. دوستان زمانی که رزین پشت سنگ اسلب استفاده میکنن باعث میشه که قیمت سنگ اسلب متری 200 تا 300 هزار تومان ارزون تر بشه، اما زمانی که اپوکسی استفاده میکنن کیفیت سنگ بالاتر